در پی شکایت‌های فراوان ساکنان از قطع انتقال برق در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان، شرکت برق تاجیک روز 28 سپتامبر سال 2023 با نشر یک مراجعتنامه ویژه به مشتریان نیروی برق جاری شدن لیمیت برق را در جمهوری اعتراف کرد. در تاجیکستان تقریبا هر سال از ماه اکتبر برای تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق محدودیت‌ها جاری کرده می‌شود. مقامات برق تاجیک هر سال این محدودیت‌ها را به کمابی در آبنبارهای نیروگاه و ضرورت انجام کارهای پروفیلاکتیکی در پیشروی زمستان بستگی می‌دادند، اما به فرق از سال‌های قبلی امسال محدودیت‌ها الکی از دهه سوم ماه سپتامبر یعنی خیلی بروقت‌تر جاری کرده شدند. در مراجعتنامه که در سامانه رسمی برق تاجیک نشر شد، برق تاجیک اعتراف کرده است که هر سال با فرارسی موسم تیرماه و زمستان بر اثر خنک شدن حرارت هوا، کمشوی مجرای دریاها و ذخیره‌های آب در حوزه تشکلیابی دریای وخش، اینچنین سال به سال زیاد شدن طلبات‌های ساحه اجتماعی و اقتصادی مملکت به نیروی برق، نارسایی موسمی نیروی برق را به میان می‌آورد. چنین وضعیت افزوده شرکت طلب می‌نماید که برای در فصل زمستان با برق تامین نمودن اهالی و ساحه اقتصاد ملی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. برق تاجیک می‌نویسد که در حال حاضر منبع اساسی ذخیره آب و انرژتیکی کشور ما یعنی آبنبار نورک تا نقطه نهایی از آب پر کرده شده است، ولی حجم واقعی ریزش آب در مقایسه به سال گذشته و حساب میانه بسیار ساله کم است. مشکل دیگر گفته می شود در مراجعتنامه انجام دادن کارهای تعمیر و پروفیلاکتیکی در تجهیزات‌های شبکه‌های برقی و زیرسگاه‌ها به خاطر تامین بهتر برق در موسم سرما است. به عقیده مؤلفان مراجعتنامه عمل سازی این تدبیرها امکان می‌دهد که شبکه‌های برق به دوره تیرماه و زمستان خوبتر آماده کرده شوند و آب صرفه گردیده در موسم سرما برای تامین شبانه روزی اهالی با نیروی برق استفاده گردد. تاجیکستان اینک چندین ده ساله باز در هر فصل تیرماه و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می شود. از ماه اکتبر تا اپریل به ساکنان مناطق دیهات این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق میدهند. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در کشور تمام می شود. سال 2018 در پی مورد بهره برداری قرار گرفتن چرخ اول روغون، پرزیدنت امامعلی رحمان نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افسانه لیمیت برق در تاجیکستان با همین مورد تاریخ شد، ولی با وجود به کار در آمدن الکی دو چرخه نیروگاه روغون، کمبود نیروی برق در کشور همچنان احساس می شود، به خصوص در فصل سرما. در حالی که مقامات افزایش طلبات به نیروی برق را سبب لیمیت می نامند، بسیاری ها بر اینند که سببگار کمبود نیروی برق به خارج از جمله به افغانستان فروختنیان است.